امسال تقریبا در اکثر زمین‌های پخته‌زار ولایت سوخت نورسان و طالب‌علمان مکتب را دیدن ممکن است. مثل اینجا دهه سفید تپه جماعت استقلال ناحیه سپتامین روز 14 اکتبر حدود 50 مکتبخوان را همراه آموزگارانشان مشاهده کردیم که به پخته‌چینی مشغول بودند. از 6 سپتامبر سر کردیم پخته‌چینی را تا امروزه هر روز برآمده در برابر طلبگان راهبر صنف نهم ب می باشم. همین قطعی خوانندگان خود پخته‌چینی میریم. هر روز بعد از عبادی روزهای یکشنبه با میبرویم. همین در برابر به دهقانان یاردم داده استادیم. این آموزگار یک از مکتب‌های ناحیه سپتامین میگوید که هر روز شاگردانش تا 300 کیلوگرم پخته میچینند و در عوض کارشان مبلغ میگیرند. خود طالب‌علمان پخته‌چین آماده نشدند در نزد دوربین صحبت کنند، ولی استادش میگوید نه همه مجبورند به پخته‌چینی آیند. صنف من 24 نفر خواننده تحصیل میگیرند. هر روز 15-16 نفر طلبه آماده استاده است. اکنون یک روز دو روز یک خلاش کارهای ضروری می شود. اگر با سبب بیماری آنها با جواب داده می شود. دیگر همش آماده استاده است هر روز. من امروز هم 19 نفر حاضر آمادگی در همین جا من در برابر من پخته‌چیده استاده است. این وضع در دیگر شهر و ناحیه ها نیز یک رنگ است. برای مثال اینجا نورسان شهری کانیبادام به پخته‌چینی مشغولند. حتی حکومت ناحیه مسجح نیز چند عکسی را در صحیفه رسمیش نشر کرده است که در آن ظاهراً نورسان مکتبخوان در صحرا پی کار هستند. اگر در برخی منطقه بیرون از درس طالب‌علمان به این کار جلب کردند، ولی چندین خوانندگان مکتب‌های ناحیه باباجان غفورов میگویند که به جای درس به پخته‌چینی آمدند. 10 روز رسیم ما پخته‌چینی رو میبیم. 10 کیلو 2 کیلو چینی میبیم تا بده بعد زبید. امروز من باید جواب داد مکتب که اصلا پخته‌چینی تا رفته ما آمدیم. در برابر محصلین مکتب‌ها همچنین آموزگاران و دیگر کارمندان دولتی نیز در زمینه‌های کشاورزی به نظر می‌رسند که پخته‌چینی می‌کنند. روز به 15 کیلو 18 کیلو 30 کیلو میچیند. خیلی کوی مای اودارنیکو. من خودم 20 کیلو بزرگ میچینم. راستش کی منه. کیلوش چند پولی؟ کیلوش 1.20. از دویم چین 1.9 شدگی. تمام همینه. اینجا همراهش کی‌ها شما چین داشتین؟ اینجا کی‌ها؟ اینها معلم ها هستند، طلبه ها هستند، لابرانتو، دکتر خانه. همین نوعی باباجان غفورov که؟ اینجا همینجا کارگر همین به. دهقانان هم میگویند که با وجود پست بودن نرخ امساله پخته حاصل خوب است و به چینکشیان فعال امتیازها دادند. کیم 80 کیلو مول چیند 2 کیلو گرونچه پدرکه میکنه تا 20-25 کیلو پدرکه گیف و یک چینیش به. ولی چندین کارمندان دولتی در صحبت‌های بدون ثبت اظهار می‌دارند که به پخته‌چینی آوردن آنها اجباری است. برخی پدر و مادران نیز در مراجعت به رادیو آزادی گفتند که فرزندانشان را به جای علم آموزی به پخته‌چینی میبرند. ولی یک نماینده حکومت ناحیه باباجان غفورov میگوید که این کار مجبوری نیست و طالب‌علمان و آموزگاران با خواهش خود به این کار میآیند. مردم که داشت مبلغش 1 تومان 20 گرفت است. خوراکی گرم تامین کرد از خواجگی ها. چای گرم داد است. باد و هوا نفت هوای تازه. ما یاردم میکنیم که پدر و مادرش ما مانع نمیشویم که آخه. درس ها برآمد داشتن. روزی یک شنبه و من ما برآورد داشتیم برآمد داشتن. مبلغشون گرفت داشتن. هم ماشون خرسند که هم معاش ما گرفت داشتیم هم مبلغ تخته گرفت داشتیم. گفته خرسند. فرستادن خوانندگان مکتب، دانشجویان و استادان دانشگاه به پخته‌چینی یک تجربه کار اجباری باقی مانده از زمان شوروی است. استفاده نیروی نابالغان در جمع‌آوری پخته همیشه مایه انتقاد حامیان حقوق بوده. در گذشته تحریم محصولات را به میان آورده است که از پخته چیده شده به دست کودکان استحصال می شود. ولایت سوخت یگانه منطقه تاجیکستان است که خوانندگان و آموزگاران به جمع‌آوری پخته فرستاده می شوند. طبق خبرنامه رسمی در ولایت ختلان نیز وضعیت چنین است. چند سال پیش به پخته‌چینی فرستادن خوانندگان مکتب را در تاجیکستان رسما منع کردند، چون به گفته مقامات به رفت تحصیل آنها ضرر می‌رساند. سازمان‌های حامی حقوق انسان بارها از تاجیکستان خواستند که از کارهای وزین کودکان پیشگیری کنند.
وزارت معارف تاجیکستان هنوز به این خبرها واکنش نکرده است. حالا در ولایت سوخ کمی بیشتر از 50% نقشه جمع‌آوری پخته اجرا شده است و در همین حال معلوم نیست که تا کی پخته چینی دوام میکند. فرزان محمدی، رادیو آزادی از ولایت سوخت.